سلام به همه دوستان عزیز. رها عبداللهی هستم از شیراز، فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری. نبض خط در سال 91 متولد شد که من خیلی دوست داشتم که بتونم سبک شخصی خودم رو داشته باشم توی خط، توی کالیگرافی، که خوشبختانه اتفاق افتاد و نبض خط از گالری وصال شیراز در سال 91 شروع شد و میتونم بگم که اولین نمایشگاه تخصصی این خط برگزار شد. بعد از اون من تلاش کردم که این فرم خط کاربردی بشه و بتونه توی حالا موارد دیگه هم مورد استفاده بشه، که حالا توی دستبند، تیشرت، حالا اکسسوری های مختلف هست. و بعد از این دوباره وقتم رو گذاشتم که بتونم اون چیزی که خودم دوست دارم و واقعا دلی کار میکنم برای اون وقت بذارم که همون تابلوها هستن. هدف از این ابداع این خط این بود که بیشتر دوست داشتم حس خودم رو بتونم بیان کنم به وسیله خط. دوست نداشتم ذهنی کار کنم، دوست نداشتم که از ذهنم در وهله اول استفاده کنم. من شعر رو حالا جاهای مختلف ممکن بود که توی کتابی ببینم، ممکن بود توی صفحات مجازی ببینم، یا ممکن بود حتی یک نفر یک شعری رو برای من بخونه و من با اون شعر ارتباط برقرار کنم و بتونم که حسم رو به وسیله اون شنیدن اون شعر، به وسیله اون تر بتونم روی کاغذ بیارم. و چرا اسمشو گذاشتم نبض خط؟ به این دلیل که فرم حروف و کلمات کاملا به هم پیوسته طراحی میشه. شما اگه دقت کنی وقتی میرین نوار قلب میگیرین، اون دستگاه به وسیله اون حالا سیم هایی که داره و اون کاغذی که کنارش قرار گرفته احوالات قلب شما رو روی کاغذ میاره که دکتر میتونه از روی اون متوجه بشه که شما قلبتون داره خوب کار میکنه، الان عصبی هستین، اضطراب دارین یا آروم، یا حتی اگه کسی فوت کنه دقت کنین این خط روی دستگاه صاف میشه، یعنی هیچ حسی نداره و هیچ حرکتی نداره. و من دلم میخواست که این حس و حال رو به وسیله اون خط و به وسیله اون فرم روبان بودنش و به هم پیوستگیش این حس رو به مخاطبم ایجاد کنم، حسی که خودم نسبت به شعر دارم. قصدم تا الان این نبوده و نخواهدم بود که بخوام برای یک نمایشگاه یک مجموعه هماهنگ آماده کنم. من دوست داشتم هر طرح حس و حال خودش رو داشته باشه و چون قطعا طراحیش هم همین اتفاق افتاده. من توی زمانی اون حسی که اون لحظه داشتم، حالا یا ممکنه ناراحت بودم، ممکنه یه شکستی خورده باشم، ممکنه اصلا حس تنفر داشته باشم، ممکنه عصبانی باشم، یه شعری اون لحظه حالا دیدم، باش ارتباط برقرار کردم و اون لحظه اونو کشیدم و من این طرح‌ها رو توی پوشم نگه می‌دارم توی اون حالا اون زمانی که این خلق شده و صبر می‌کنم تا زمان خودش که این طرح‌ها رو بتونم اجراشون کنم. واسه همین کاملا روند کار و تولید کار و اجرای کار و حتی طراحیش همه کاملا حسیه و شاید کسی کارا رو ببینه بگه مثلا کالیگرافیه، یکی بگه نقاشیه، یکی بگه نمیدونم، هر کسی ممکنه یک اسمی برای این هنر بذاره، اما برای من این مهم نیست. من حسمو میکشم، مخاطب میبینه یا باهاش ارتباط برقرار میکنه یا باهاش ارتباط برقرار نمیکنه. اون اسمو مهم نیست که هر کسی چه اسمی حالا وصلش میکنه به چه رشته‌ای، برای من مهم نیست. دلم میخواد که مخاطبم بتونه با اون اثر ارتباط برقرار کنه. حالا میتونه هر کسی نسبت به احساسی که داره، نسبت به تجربه‌ای که داره، اون اثر رو حالا توصیف کنه. حالا ممکنه این دوتا حس با هم هماهنگ باشه، ممکنه هم از متفاوت باشه، اما در چیزی که توی همه اثرها هست صحبت کردن یا درک تنهاییه که فکر میکنم همه آدم‌ها یه جایی، یه لحظه از زندگیشون توی موقعیتی
حتی اگه هزاران آدمم کنارشون باشن، این حس تنهایی رو تجربه میکنن. حالا یکی عمیق‌تر، یکی کمتر، یکی بیشتر، و هر کسی یک تجربه شخصی میتونه تو اون تنهایی پیدا کنه تا بتونه رشد کنه، تا بتونه حداقل نسبت به گذشته خودش تغییر کنه. چون تنهایی آدمو تغییر میده، دیدگاه و ذهن آدمو تغییر میده نسبت به دنیای اطراف، نسبت به اتفاقات، نسبت به آدم‌ها، نسبت کلاً به زندگی. میفهمی که فقط خودت هستی و خودت خیلی جاها، حتی اگه هزاران آدم باشن، باز باید به خودت متکی باشی، باز باید به خودت تکیه کنی و بتونی تنهایی رشد کنی.